هزینه تولید 1 متر مکعب آب تولیدی را چگونه محاسبه کنم با سیستم RO؟ این سوال رو خیلی ها از ما میپرسن، مخصوصا کسایی که میخوان فروش آب رو راه‌اندازی بکنن. هزینه RO بابت تولید یک آب شامل چیه؟ شامل خود خرید دستگاه تصفیه آب و اینهاست که ما کاری به اینها نداریم. ما داریم با هزینه جاری صحبت. هزینه برق، هزینه آب و هزینه‌های مصرفی و نگهداری یک دستگاه تصفیه آب. عمده‌اش ایناست. هزینه برق رو شما میتونید مراجعه بکنید به اون قبضی که به شما میدن یا سازمان برق، ببینید بسته به مصرفتون که تجاری مسکونی چیه، برق رو به ازای هر کیلووات ساعت چقدر با شما حساب میکنن. وقتی اینو به دست آوردید با برق مصرفی دستگاه که مطابقت بدید، هزینه برق دستگاهتون به دست میاد. مورد شماره دوم آبه. آب رو هم به همین منوال از سازمان آب یا قبضای آبی که دارید میتونید به ازای متر مکعب به دست بیارید که چقدر دارن با شما حساب میکنن. مورد سوم هزینه نگهداری یک دستگاه. در رابطه با هزینه نگهداری یک دستگاه، اینکه یک دستگاه با ظرفیت‌های مختلف چه هزینه نگهداری داره، هم توی سایتمون توضیح دادیم، هم که میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن شرکت، اینو کامل بهتون بگن. این سه تا رو که جمع بزنید و یک ضرب تقسیم بکنید، هزینه تولید یک آب به دست میاد به صورت دقیق. حالا با یه تولرانس 10-20% بالاتر یا پایینتر.